یک عادت بدی که امروز در میان ما نشسته است همین تنبلی است، خصوص مردا. زنا هم تنبل شده. زمانهای قدیم زنان کار میکردن داخل خانه، لباسشویی نبود، فلان جارو برقی نبود، امی کارا رو انجام میکردن، در سال یک بچه هم می آوردن. حالا یک بچه زن میاره، او هم به صد بدبختی 100 رقم زیر نظر دکتر، 50 بارم سونوگرافی گرفته است و 100 رقم به اصطلاح زنانه خود را خیله میکند که بچه دارش میشود و از اون طرف هم باز تا 10 سال دیگه قرص جلوگیری میخورد و دوا جلوگیری میخوره که حوصله بچه دار شدن را نداره. دخترش کلان شد یا عروسی داخل خانه خود آورد، بس میگه دیگه حالا خود آوردم داخل خانه، بس دراز کشیده صبح تا ماشام، از اون طرف چربی قند صبح تا ماشام به شفاخانه. الله فرموده است خلقنا الانسان فی کبد، انسان در رنجش، انسان به خاطر راحتی آفریده نشده است. او چیزی که در حق تو مقدر شده که تو را خداوند برای خواب نه آفریده، تو اضافه میخوابی، اینا را همه را خداوند از تو حساب میگیره. حالا که 10 سال دیگه 20 سال دیگه سن کمی بالاتر رفت، حالا صبح تا ماشام داخل می دولختای شهر ما خصوصا مجبوری بودی داخل کوچه نمیبینی میدوان. یک روز یکی از تاجرها را دیدم، صبر کوی صاحب چیکار؟ گفت نه دکتر، گفت بدو. و مردا هم تنبلتر شده، همین که داخل خانه رفت بس دراز کشیده، های آب بیار، زبانی بیرون افتاده از تشنگی. خب برو خودتو آب برای خود بردار. های چای چیکار شد؟ بعضی حتی دراز کشیدن جورابا از یکی دیگه باز میکشه. باز بعد بلندترین تبلیغی که از مسجد به خانه میبرد، به زن خود میگوید که مولوی صاحب گفته خدمت شوهر بلندترین عبادت است. درسته بلندترین عبادت هست، ولی توی تنبل را هم مولوی صاحب گفته که تنبلی نکن، یک سره دراز کشیدن نباش که تا لنگ زور تا ساعت 10 روز خواب است و بیدارم میشه 1 ساعت خودی بیدار شدن طول میکشد، 10 نفر بالای سر صدا بکند، دست رو شستن طول میکشد و بعدم از گرسنگی میمیره. نان برای خود از آشپزخانه نمیتونه بیاره، 1 متر 2 متر آشپزخانه او طرف از اینجا از گرسنگی داد میزنه که مردم از گشنگی.